به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو مهر. سیده عبدالله زاده هستم با یکی از برنامه‌های هزار داستان. با ما همراه باشید. داستان امروز ما پادشاه و تخت سنگ. در زمانهای قدیم پادشاه تخت سنگ را در میانه راه قرار داد. و برای اینکه ببیند مردم چی کار میکنند خودش جای پنهان شد. بعضی از بازرگانان، تاجران و ثروتمندان پادشاه بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند. بسیاری هم شکایت می کردند این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجیب مردی ناکارآمدی است. با وجود این هیچ کس تخت سنگ را از میان راه بر نداشت. غروب شد. یک مرد روستایی که پشتش باری میوه و سبزیجات داشت نزدیک سنگ شد. بارش را زمین گذاشت و با هزار زحمت تخت سنگ را از میان راه برداشت و آن را کنار قرار داد. ناگهان کیسه را در میان راه دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد. دید داخل آن سکه های طلا و یک نوشته بود. پادشاه در آن نوشته بود: هر سد و مانعی می تواند یک پیشرفت برای تغییر زندگی انسان باشد. شنوندگان عزیز، این بود داستان امروز. امیدوارم از داستان امروز خوشتان آمده باشد. خدایار و نگهدار شما عزیزان.